کوکمون دو سول ره هست و اول برابر با سی انگلیسی در تونه خوب شده. سی بمول، می بمول و لا کارون در این قطعه داریم. بگیم سول 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 سول. مجموعه ستایی که زیرش سه نوشته شده تریوله یا سه بر دو هست، یعنی سه تا نوت رو ما باید در زمان دو تا چنگ اجرا کنیم. برای در یک پایین سه تا نوت باید اجرا بشن. سول 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 ره، چهار ضرب سکوت، ره دو می ره دو ره دو، سه چهار سکوت، ره دو می ره دو ره دو، سه چهار سکوت، دو سی ره دو سی دو دو، سه چهار سکوت، سی لا دو سی لا سول، چهار. برمیگردیم از دوباره تکرار میکنیم. جمله بعدی جواب هست سکوت می ره دو سی دو ره دو ره دو سی ره، سکوت می ره دو سی دو ره سی دو سی لا سول، سول 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 سول. دوباره ره سه چهار سکوت، دو ره می ره دو می ره سکوت، دو ره دو سکوت، سی دو دو، سه چهار سکوت، سی دو ره دو سی ره دو سکوت، سی دو سی سکوت لا سی دو، سه چهار سکوت، سول لا دو سی لا سول، سه چهار. دوباره از ره جدید هم مجموعه دوباره تکرار میشه. بعد داریم سکوت فا سول، فا هستیم به بم میاریم چون ره کو کردیم بالا رو، فا اینجا میفته. اگر دو سول دو کو کرده بودیم بالا رو، فا رو سر جای معمولی خودش در هستیم به بم اجرا میکردیم. فا سول سکوت، سی سی سول. اینجا هم بین این دوتا سی یه سه گذاشته، یعنی سی سیاه و سی چنگی بعد از اون روی هم باید در یک پا اجرا بشن در زمان دو تا چنگ. سی سی سول سکوت، سی دو ره سی دو لا سی سول لا سکوت، سی سول 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 سکوت، ره دو ره سکوت، می فا سول می کرون میشه، انگشت اول میره روی می کرون و بعد دوباره می بمول خواهد بود. فا می ره می دو دو، سه فا می ره می فا سول می ره، چون ره می یک یک بریم، ره می فا با انگشت اول حرکت کنیم، سول می ره دو سه چهار سکوت، دو ره می ره دو می ره سکوت، دو ره دو سکوت، سی دو سه چهار سکوت، سی دو ره دو سی ره دو سکوت، سی دو سی لا سی دو، سه چهار سکوت، سول لا دو سی لا سول، سه چهار سکوت، دو ره می ره دو می ره سکوت، دو ره دو سی دو دو، سه چهار سکوت، سی دو ره دو سی ره دو سکوت، سی دو سی لا سی دو، سه چهار سکوت، سول لا دو سی لا سول، سه چهار. ای الهه ناز، با دل من بساز، کین غم جان گداز، برود ز من. گر دل من
دو ره